طربخانه بورک با درود سپاس مزه پسندان را پذیرایی میکند. این همه مدت با پیشنهاد لذیذترین انواع غذا، خدمت رسانی عالی درجه، ما باوری شما را به دست آوردیم. از این به بعد باز هم لذیذتر و بالاتر و زیباتر. بورک، فضای کاملا دوستانه. تلفن برای فرمایش 99 999 2008. سلام علیکم دوستان عزیز. برنامه نوبتی رو سر میکنیم. فرزندی رستمی سربندی، اسماعیل رستم مهمانی برنامه ما است. طوری که وعده دادیم فرزندی رستم رو دعوت کردیم و حالا یک مصاحبه جالب با فرزندی رستم انجام میدهیم. چیزهایی رو که از رستم کشیده گرفته نتوانستیم حالا از زبان این کودک میگیریم. کودکان صمیمی اند، چیزی رو پنهان کردن نمیتوانند و ما کوشش میکنیم که معلومات لازمی رو از اسماعیل بیرون بیاریم. اسماعیل جان سلام. السلام علیکم اکا ارزو. من سلامی همه مخلصان رو به شما میرسونم. سلام ما هم با مخلصان برنامه نگفته و زنده باشین اکا. سلامت باشید. بعد جراحی خود رو چه حس میکنید؟ خیلی شکر خدا بهتر اکم. چند سال پیش ما خورده بودیم، یک 3-4 سال پیش شما با یک جوانی آمدید. من فکر کردم که دوستی شما است و بعد شما گفتید که این دوستتان نیست، برادرتان است نه؟ بله برادرم بود، با همراهی اومدیم. خیلی یعنی برادری که پدرتان یک است، مادرها جدا نه؟ بله بله. اون برادرم همجا در زندگی میکنه. خیلی رفت آمد دارید؟ کم رفت آمد داریم، میریم. خیلی به خاطر پدرمون، به خاطر حرمت پدرمون. پدرتون در برنامه گذشته گفت که نمیخواستم اسماعیل برای هنر برود. خیلی میگفت که بچه ما تا سند عذاب کشیدم، کمتر دشواره ایوده کار برآمدن. همین عشق سند در دل بود دیگه، ما قبول کردم. اسماعیل چی میگفت پدر؟ مثلا میگفت که هنرمند نشو و چی بشو؟ خیلی یکم کسبای دیگر مقصد که هم کسبای مرا نگیرنده، مقصد عذاب میکشید. بعد که دیدن که نشید. چرا نشد؟ نتوانستید شما به موسیقی؟ نه من نمیتونم راستی که ارزو. وقتی هم کسال شدیم چند بار گفتن که باید از صنعت دور شوی، هیچ چیز کمتر مقصد در دشواری میاره. نتونستیم راستی. چرا گفتند که باید از صنعت دور شوی؟ خیلی هر کسال گفتن راستی. با کدام دلیل این پیشنهاد را میدادند؟ یعنی اگر صنعتکار باشی یعنی چی میشود؟ مقصد زمین چپگردان میشود؟ چی میشود؟ نه اکای ارزو. مادرم راضی نبود. چی میگفت؟ میگفت که خیلی اینا پدرت یک سال مقصد عذاب کشید، در خونه نبود، ما نمیدیدیم پدر بسری. خیلی راستی گپ میگفتن نشید، راستی گپ نتونستیم از صنعت. چطور نتونستید؟ خیلی عشق صنعت که در دل بود دیگه. پدرم میگفت که قینه بچم در دل که بود، گفتم من راضیم. شنیدم که پیانین نوازید. بله هستیم سیومین. اگر در زندگی پیش شما انتخاب بگذارند، اینجا پیانین بمانند، اینجا $1,000,000، کدامش رو انتخاب میکنید؟ پیانین. این کسبای ما هیچ وقت کسبا ما با $1,000,000 پیشنهاد بکنند و بگویند که کلا از پیانین و از دنیای موسیقی دست میکشید، یا میلیون رو میگیرید یا پیانین رو. شاید بسیاری حاضر خیال کنند که $1,000,000 رو میگیرم، چند پیانینه که بخواهم میخرم. نه، پیشنهاد من این خیلی نبود، یا $1,000,000 رو میگیری یا از جهان موسیقی با پیانین دست میکشی. اون میلیون بتاند و سرانو نگاه میکنن که تو میکنه یا نه، زیر نظارت بگیرن. اسماعیل، همراه پدرت دربارت حرف زدیم، همراه خورشید شاکر دربارت حرف زدیم. های گفتیم وصف ستایش کردیم. گفتند که صدای خوب دارد، مهارت بلند دارد، نشان بدهید. یک ایجادیات پدرم بهترین کدام ترانه‌اش رو؟ همه ترانه‌هاش رو از یاد میدونم. پیشم بیا به بهونه. اوه بهترین است. پیشم بیا به بهانه، با من مشو تو بیگانه،
سرودی خوانم در وصف تو من، شاد بمانی شاد بمانی جانی من. آفرین. زنده باشین. درست برآمد حرف پدرت و حرف خورشید شاکر. با خورشید شاکر یک همکاری داشتید؟ راستی چی همکاری بود؟ یکم قصه کنید. حادثه توی قدشون نوازنده رفتیم. خیلی همشهریمون میریم میبینیم در کنسرت های هم شهری در. از ترانه های خورشید نیز چیزی میسرایید؟ بسیار بایداش مخوبه. کدامش؟ بیا که بگذرد عمری جوانی، الا ای یاری جانی، نخواهم به تو یک دم زندگانی، چرا قدرم ندانی. زی عشق جان به لب دارد دلی من، بیا ای خوشگلی من، تو را تنها طلب دارد دلی من، بیا بر منزلی من، تو را تنها طلب دارد دلی من، بیا بر منزلی من، بیا بر منزلی من. اسماعیل، چرا ترانه ها را ثبت کرده توسط موزیک ویدیوهای جالب پیشکش نمیکنید؟ یعنی موزیک ویدیوهایی که در آنجا یک دختر نقش ببازد، ابرو بپراند، ناز و اشوه بکند، ادا در بیارد و شما در کنار او خود را زده و کوفته و کشته و عاشقانه سرود بخونید، این کارها را نمیکنید؟ در نقشه هست در نقشه هست. راستی کمتر سلامتی پیش همون سخت گرفته و انشالله خداوند خواست همه کار میشه. مریضی شما جدی بود؟ جدی هم نبود. راستی خیلی بودن دکترهایی که سخت با سختی پشت سر شد همین مرحله. خیلی با سختی باید میشید. عذاب خیلی عذاب کشیدم و که عذاب یک جای با جایش هم نیست گذشت انشالله که طول یک نیم سال ده. گفتید که عشق به هنر نگذاشت که دیگر پیشه را انتخاب کنید و خلاف گفته های پدر باز آمدید به میدان هنر، باز هنر را انتخاب کردید. ولی راجع به عشق یک جوانی زیبا با نام اسماعیل با نمیدونم کدام یک دختره ما عاشق نشیدم یکم بار تا هنوز عاشقی یکم دختر خیلی 20 ساله شده ده؟ فکر میکنم این کارا هنوز نشده است نه؟ نه راست نشیدم. ما این کارها چی؟ فکر میکنید که این کارها چی؟ خطاست مگر؟ این کارا کرد دیگه ای کارات میمونی آخه مگرم که تو میامورم میترسید از عشق؟ یعنی میترسید از عشق؟ این چیز بیزه با که آرزو برای نقلاش هم میکنن. میبینم دوستان چی قصه میکنند؟ خیلی کدام قصه ها اینقدر وحشت رو در دل شما بیدار کرد نسبت به عشق؟ خیلی دوستان هم میبینم که میروند تاهای دامشون تاهای خونهشون. ما که آرزو خیلی کارو. عشق زیباست. عشق است، عشق خدا، عشق صنعت، عشق دختر. نه همون عشق هم زیباست. یعنی اگر به دختر دل بدهید، عاشق بشید، این زیباترین حسیات انسانی است. حتی یک حسیات آسمانی هست، یک اهدای آسمانی است که از طرف خدا داده می شود. از عاشق شدن نترسید. مجنون عاشق بود، یوسف و زلیخا عاشق بودند. چرا از عشق می ترسید؟ خیلی اکه آرزو خیال میکنم که آخری همین کار هیچی نیست. همین آخری همین کار فکر با عشق باور ندارید؟ راست گپ نه اکه. پس چرا از عشق می سرایید؟ از سوز و گداز عشق می سرایید؟ وقتی که شما ترانه سراییدید من نمیدونم 100% در ذهنم فکر پیدا شد که حتما عاشق هست
اسماعیل، ولی حالا میگید که عاشق نیستید. به هر صورت شما جوانید، 20 سال، شاید عشق در راه است میآید. میخوام که آرزو میخوام باشد در حیاتم یک دخترکی بدن. من نمیگم نبود، بدن. چی بود؟ دخترایی که با همین طبیعت ما قطعی توغری نمیگرفتن، اما ما دیگه فقط دوستی داشتید؟ یعنی فقط دوستی بود. مقصد که ما در روی صنعت که بودم، ما وارا میفهموندم و او مرا نمیفهمیدن، درک نمیکردن مرا. چی میگفتند؟ میگفتن که ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم. عشق ما همین در صنعت دیدم که آرزو راستی میشینم سر فورتپیانو داد دیگه خیال میکنم رنگی همیواری نیست عشق. ولی اسماعیل ببینید، عشق از من خودت نمیپرسد که من بیایم یا نیایم. نه اکا ممکن بشه یکم سالوی در برای اتام میگه که پادال سرانوی عرض عاشق میشه. میگن خیلی راستی نشیدم که آرزو. اگر عاشق شدید مصلحت لازم بشود میتوانید از من هم بپرسید. تمام. هیچ وقت از عشق نترسید. عشق زیباست. عشق اصلا یک معجزه است. معجزه‌ای که از جانب بالاها به پایین میآید. حتی نمیدونم که به عشق انسان چگونه میتواند زندگی بکند. این است. مشکلی نیست که عشق میآید و در آتش عشق میسوزی. مشکل این است که عشق نیاید. این خیلی سخت است. اگر عشق نیاید، در آتش عشق سوختن و با عشق دست به گریبان شدن خیلی جالب است. میشه که آرزو که وقتایی که خیلی آدم یک وقت ذکر میشه که پدر هست، مادر هست، بچه هست، مقصد که خواهر برادر همه هست. با همه دل تطاقه حس میکنید خیلی چیز میشه. یک نفری باشد که سرش را در بالین در برات بماند؟ خیر. اسماعیل کی میخوای زن بگیریم؟ حال تیار نیستم که آرزو. حال نه 20 ساله کاریره کردن در کار همین صنعت من میخوام در مردم معرفی کنم. با خیر زن فرصتی آن رسیده است که شما از خودتان سلا بزنید، بگویید که من اسماعیل و از کارهای پدر چیزی گرفتید؟ بله. از آهنگهای پدر میشود که زمزمه بکنیم چیزی را؟ به تو دل من در علم و رنج و عذاب است، دریای دلم در غم تو کاسه یاب است. از رفتن تو صبح دلم گشته چو شامه، برگشته بیا که دل من موج و سراب است. این باغ دلم به روی تو گشته خزانه، پیشم تو بیا که عشق تو باری گرانه. به تو نفسم آرامی از یاد برآورد، باشی تو به من آرامی و جان و جهانه. باشی تو به من آرامی و جان و جهانه. عجیب عجیب آهنگ. این آهنگ پدر است. آهنگ پدر. شعرش مال کیست؟ شعرش اکای نیازمند راقی. عجیب عجیب. نام پدر رستم سربندی چی نقش دارد اصلا در زندگی شما؟ جای می روید، در جماعه می شینید، پیش مردم جای هنرنمایی میکنید. آیا این نام، اسم پدر یگان نقش حل کننده می بازد؟ نقش اساسی؟ چطور؟ خیلی حالی اکای آرزو همه جا میگویند که پسری رستم سربندی همیخیر؟ همه جا وزید همه میگن خیلی اسماعیل، برای که ما با اینا نرسیدیم. خیلی همه چیز. اما این دشوار است برای شما باید از این قالب رها شوید. از قالب اسم پدر باید بیرون برآیید. تا از قالب اسم پدر شما بیرون نبرآیید، شما خودتان نامی نمیشوید. در همه جا اگر شما رو مثل پسری رستم سربندی بشناسند، همین گونه مثل پسری رستم سربندی. خیر، تمام. خیر اکا آرزو اکا هستن سرودای خوب کردگیم برای خودمان معرفی کردن. شهر سربند کوچک نیست برای پرواز شما.
کوچکه خیلی اگر اوجا جای زندگی های مثالی گفت که خیلی زادگاه پدرم مقصد زادگاه خودم در آینده در این طرف زندگی کردنیم برای او طرف در قینه اکه ارزو نیست شرایط هایی که ما در کره دوست نیست این چیزا در خود سربند علاقه نام برآوردید خیلی اکه سربنده توی خورسندی های مردم میروید؟ میرم سربنده میریم اکه ایجا در بسیارتر به حیث نوازنده ما کار کردگیم با کدام سراینده ها؟ خیلی اپای فایزیگل فریدون خورشید ما صنف 8 بودم صنف 9 بودم قطعی همون موزیکان میرفتم بسیار ما میگم با حیث نوازنده کار کردگیم بسیار آدم نمیدونست که ما بچه رستم سربندی اینا میرفتم خواب بودم موزیکانتی ما میکردم نوازنده ما خیلی میومد خیلی استودنت بودیم مقصد که در کجا خوندید؟ کنسرواتوریا ما اینترنت میخوندم کدام اختصاص؟ فورتپیانو هم فقط در روی صنعت بودیم دا که ارزو از سازهای موسیقی چی رو می نوازید؟ غیر فورتپیانو، اکاردیون، گیتار، دوتار شکری خیلی باخمون هم می نوازیم میخونیم خیلی باید تجربه کاری با فایزیگل بحث کردید همکاری رو؟ مزم گرفت و که ارزو دیگه از سلامتیم همون وقت که همزمان شما هم با فایزیگل هم با فریدون خورشید کار میکردید؟ نه اینکه جدا اول با کی؟ اول با فریدون بودم اول با فریدون چرا از فریدون رفتید؟ خیلی دوستا با کارو دیگه چی اتفاق افتاد که فریدون رو ترک کردید؟ خیلی دیگر آفیزا با اومدن خیلی موزیکان نوازنده آخه خیلی خطی وش خطیش دیگه وقتی که فریدون رو ترک کردید و به پیش فایزیگل رفتید فریدون نرنجید؟ نه ما فریدون خطی صنف 11 بودم باز کردم صنف 11 بعد اپای فایزیگل خطی دیم کورسیون دا دیم کورسیون خیلی کار کردیم خیلی راستی مزم نبودم اون وقتای یک جو درد نه چی خیلی دیگه نه توی میفورید نه باقجاقم نمیفورید دیگه این تا بعد سرشی دیگه هم خیلی باز کردیم راستی خیلی دور شدیم از صنعت حالا نقشه ها چگونه اند اسماعیل؟ چی نقشه دارید؟ سرودای نو خیلی نبو خیلی ما همکاری میکنیم انشاءالله به جون دل انشاءالله خیلی شما دستگیری کنیم اکر مقصد سروده کمونه خیلی شما امید داریم اکر قربان نشوم به جون دل خیلی اکر کسب پدرم معرفی کردن تموم میکرد یک ترانه خوانی کنیم؟ باشد اون چیزی شوخ بخونیم همه ترانه های شما غم انگیزند نگاهتان غم انگیز ترانه ها غم انگیز آواز غم دارد اون چیزی شاد هست یا نه در کلواری ترانه های شما چیزی شاد ها چیزی شاد هست چیزی شاد هست یک سرود اکا شوقت میگن یک دوستی و تمام بعد یک روز اومدن خیلی هم ایجادی و دایمون سرشیده 4 مصرش هم میگم دلی مرا برده ای بی وفا با دیگر یار شدی کردی جفا جفایت را نمی بخشم عزیزم نکردی سوی من بار نگاه جفایت را نمی بخشم عزیزم نکردی سوی من بار نگاه خیلی شنگو مکرد اینقدر شاد هم نبود کمی این هم مثلا یک ترانه بود نه اکه ارزو رسیگه از ترانه های شوخی پدر چیزی بیسرایید؟ پدر من شوخ نداشت پدر من داشت سرداشت مقصد که رقصی هم داشت؟ نه ترانه های رقصی خیلی زیاد داشت رقصی بودن خیلی بخرمتا و بکشمتا نبودم اوخی اگر نمیدونم لااقل رقصی باشد مثلا تمامی آرزوم در دل کن کشتی تو کشتی مرا در بین یار و آشونام ناکس تو گفتی چرا از من گرفتی یاری دیگر چرا پرسیدمت
حقیقت بر من نگفتی. چرا از من گرفتی یاری دیگر یاری دیگر؟ چرا پرسیدمت حقیقت بر من نگفتی. عجیب. میخواهم که ترانه چشمک تو مزن رو هم زمزمه کنیم. چشمک تو مزن دلبر چشمک تو مزن، چشمک تو مزن دلبر چشمک تو مزن، چشمک سوی ما زدی دیگر سو تو مزن، چشمک سوی ما زدی دیگر سو تو مزن. ای یارکی جان تو نازنین آمده ای، گل آمده ای، سیب به درونی آستین آمده ای، جان آمده ای، سیب به درونی آستین چی کنم آما چی کنم؟ حیفی قدمات گل به زمین آمده ای، گل آمده ای. چشمک تو مزن دلبر چشمک تو مزن، چشمک سوی ما زدی دیگر سو تو مزن. یک سوال دیگر اسماعیل، خیلی ها ترانه های پدر شما رو پرسیده و ناپرسیده میگیرند و میخوانند، چرا شما خودتون نمیخونید؟ میشه اگر روزی دانقشه اگر روزی اگر من فهرستی ترانه های پدرتان رو اینجا در پیشتان بگذارم، اولین درجه کدام ترانه رو انتخاب میکنید برای سرودن؟ سرودی ترک یاری، سرودی اگر چیزی موزر، مایده بارون، سرودی سروینوز. منتظر میمونیم انشالله کارهای جدی شما را و غیر از ترانه ها باز یک چیزی رو انتظاریم، عشق را در نگاه شما منتظریم. موفق باشید اسماعیل. زنده باشید. خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز، این بود صحبت ما با فرزندی هنرمندی برجسته و محبوب رستم سربندی، اسماعیل سربندی. اسماعیل سربندی گفتم؟ اسماعیل رستم. چرا اسماعیل سربندی نه؟ نه اکد اسماعیل رستم سربندی اگر بکنیم نمیشه؟ نه اکد اسماعیل رستم. اسماعیل رستم، اسماعیل رستمی که از سربند است، یعنی که اسماعیل که از سربند است، فرزندی رستم است. خلاصه هر گونه‌ای که میخواهید بپذیرید، اسماعیل اسماعیل است دیگر. خداحافظ.